و میگن نه 50-60 مکتب با زبان توجیکی اینا خونده استان کتاب اومده استوده است لیکن این همش دروغ هست که اینا فرزندان ما با زبان ازبکی خونده استان ای مجبوره صنف توجیکی یک تا دو تا ممکن باشه 87 مکتب توجیکی بود همش بستن تو سالی همین 2017 18 بودی آخرانش تو 2017 18 همون مکتبایی که خونده است یک تا صنف توجیکی یا دو تا صنف توجیکی است ما نمیدونیم کجا مراجعه کنیم و ما ممکن اگه طرفی چی میریم برایم گام میزنه مولا میگیرم محکم میکنن در سمرقند 90% اهالی توجیکی زندگی دارن در محله توجیکی مکتب ازبکی معلم های توجیکی با زبان ازبکی گپ زدن قدی طلبه فیولوژی توجیکی را خونده تمام کردگی مجبور اونجا اولو پریکاز اونده که با زبان ازبکی گپ زده شود در تلویزیون آینه جهان کانال‌های توجیکی داشته بودیم شومی سمرقند خنده سری سمرقند است آخرانش همین سال 2012 پاونی گرفتن محکم کردن باور میکنه همونجا در همون زنیده همه توجیکو کار میکنن لیکن یگان کانال نشان داده نمیمونه زپیت موندگی هستن همین 12 تا کانال داشته باشه همش با زبان ازبکی با زبان توجیکی نیست اما برای که زبان توجیکی باشد محتوا توجیکی باشد اگر زبان هیچ وقت ما فراموش نمیکنه هیچ وقت فراموش نمیکنیم اگر باور میکنه شب روز ای خدا میپرسم دعا میکنم که ای همه مکتب ها بازگشته کی توجیکی میشده باشد کی ما با آینه جهان با زبان توجیکی تماشا میکنه که نیست میسازد دل جگرم میسازد نمیدونم کی بگم باور کنه دل جگرم میسازد اینا در درون شهر 1 میلیون اهالی توجیک نشین است 1 میلیون باور میکنه در درون سنت 1 میلیون اهالی توجیک نشین است غیر از رایونو با توجیک نشینان خود سمرقند رایونو حدی 3 میلیون توجیک نشین داره